3 ماه بعد از طلاقش، سارا دنبال یه خونه ارزون و ساکت بود. بنگاهدار محله بهش گفت یه آپارتمان 2 خوابه هست که مدتها خالی مونده. قیمتش نصف بقیه است. فقط گفت اگه شب صدایی شنیدی دورو باز نکن، فقط دعا بخون. سارا خندید، فکر کرد شوخیه. خونه تمیز بود اما بوی کهنگی و رطوبت از دیواراش می اومد. شب اول حدود ساعت 3 نصف شب صدای چکه چکه آب از آشپزخونه اومد. رفت سمت سینک ولی شیر خشک بود. صدا از کف آشپزخونه می اومد. خم شد، رد آب به زیر یخچال ختم می شد. وقتی یخچال رو کمی کشید عقب، دید رد آب از یه در کوچک فلزی توی دیوار بیرون میزنه. در کوچک قفل داشت ولی از پشتش صدا اومد. صدای نفس کشیدن کسی. صبح به صاحب خونه زنگ زد. زن مسن با صدای گرفته گفت تا اون درو باز نکردی هنوز مهمون اونجایی نیستی. سارا با یه چکش قفل در فلزی رو شکست. داخلش یه راهروی باریک و تاریک بود که بوی نم و گوشت فاسد میداد. یه لامپ زرد از سقف آویزون بود و ته راهرو یه در دیگه بود. از اونجا صدای ضربه‌های یک نواخت می اومد، مثل چکش روی فلز. سارا فیلم گرفت تا برای پلیس مدرک بیاره. رفت چند قدم جلوتر. ناگهان برق قطع شد. از تاریکی صدای زمزمه‌ای خشخشدار شنید. چرا اومدی پایین؟ سارا اصرار کرد که از اون خونه بره، ولی بنگاه گفت اجاره نامش امضا شده و تا آخر ماه نمیتونه فسخ کنه. رفت سراغ همسایه ها. هیچ کدوم حاضر نبودن در مورد خونه حرف بزنن جز یه پیرزن تو طبقه بالا. اون گفت صاحب خونه اصلی 10 سال پیش مرد. دخترش هر ماه میاد سر بزنه. همون زن میسنی که باهاش حرف زدی. سارا ماتش برد. چون اون زن گفته بود من فقط کارگر ساختمونم. صاحب اصلی تو خارج زندگی میکنه. شب دفترچه‌ای توی کمد پیدا کرد. صفحه اولش نوشته بود هر کسی در فلزی رو باز کنه تا آخرین مهمون نیاد خونه بسته نمیشه. و پایینش تاریخ خورده بود 1383 10/21. نوبت بعدی 1333. امروز اقلاً 21 دی 1303 بود. سارا که به مرز جنون رسیده بود همه چیز رو ضبط می کرد. داخل یکی از کشوهای انباری یه نوار VHS قدیمی پیدا کرد با برچسب 94. رفت به مغازه تعمیرات و خواست نوار رو روی لپتاپش بریزن. توی ویدیو یه زن با موهای بلند دیده می شد که تو همون خونه است. زیر زمین رو نشون می داد. همون راهروی باریک پشت یخچال. زن با ترس می گفت اون نمیذاره برم. هر شب صدام میکنه. میگه درو نبند. ناگهان تصویر لرزید و صدای جیغ کشیده اومد. بعد صدای مردی که با خنده گفت نوبت بعدی تا 20 سال دیگه. سارا متوجه شد اون صدا دقیقاً شبیه صدای بگاه داره. سارا همه چیز رو برای پلیس فرستاد. اما فردای اون روز گزارش رسمی منتشر شد. هیچ اثری از زنی به نام سارا رضایی در خانه شماره 94 یافت نشد. بنگاهدار در مصاحبه گفت همچین مستاجری نداشته. خونه شماره 94 سالها پیش در آتش سوزی از بین رفته بود. اما یک کارگر ساختمون چند ماه بعد وقتی توی خرابه‌های همون خونه کار می‌کرد، یه گوشی سوخته پیدا کرد. داخل حافظش فقط یه ویدیو سالم مونده بود. نور ضعیف چراغ گوشی، صدای نفس زدن زنی و پشت سرش صدای مردی که میگفت حالا نوبت تو تموم شد. نوبت بعدی کیه؟ برای دیدن ادامه ویدیوها کانال ما رو دنبال کنید. لایک و کامنت و ساب یادتون نره. عشق منید. خیلی دوستتون دارم. حمایتم کنید.